وقت همگی بخیر. موضوع این ویدیو در مورد ساعت هوشمند برند آلون هستش. در ادامه با من همراه باشید برای جعبه گشایی و معرفی این ساعت هوشمند. ما اینو اول بازش میکنیم. خیلی هم بسته‌بندی محکمی داره. ساعت هوشمند آلون محصول کشور چین هستش و توی ساعت‌های چینی از لحاظ کیفیت و از لحاظ کارایی این برند از ساعت‌های هوشمند چینی از بقیه ساعت‌ها میتونم بگم بهتره و توی برندهای به قول معروف ساعت‌های اقتصادی یا با قیمت اقتصادی این ساعت یک انتخاب خیلی خوبه. یه جعبه این رو هم باز میکنیم. همینجوری که اینجا میبینید یک کاتالوگ معرفی کامل این ساعت و قابلیتاش که من مشخصات کلی این ساعت رو گوشه تصویر به صورت کامل برای شما میذارم. اینم کاتالوگ همینجوری که اینجا دارید میبینید. اینجا خود ساعت و یک کیبل شارژ که به صورت مگنتی هستش و یه دونه هم محافظ صفحه نمایش یا محافظ ساعت هستش یا همون اسکرین پروتکتور. با اینم فعلا کار نداریم. این شارژر مگنتی هستش و میتونیم بگیم به حالت آهنربا میتونیم ازش استفاده بکنیم. همینجوری که میبینید اینجا خیلی راحت میچسبه یا جذب میشه و ساعت رو شارژ میکنیم. قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته فوق العاده مهم می‌خواستم بگم. با این جوابی کار نداریم. یه نکته فوق العاده مهم اونم اینه که شارژ کردن این ساعت و این دست ساعت ها. حالا ما موضوع این ویدیومون این مدل ساعت تترا R4 باید یک شارژر مخصوص این بگیریم و با فروشنده حتما این مورد رو در میون بذاریم که چه آداپتور یا چه شارژری برای این مناسب هستش. برای این مدل ساعت بهتر از پاور بانک هم میتونید استفاده کنید، از USB لپتاپ هم میتونید استفاده بکنید، حتی هابای USB که با منبع برق هستن با اونها هم میتونید کار بکنید. ولی بهترینه که از یک آداپتور استفاده بکنید با توان 5 ولت 1 آمپر برای این ساعت. بهتره که ساعتتون رو شما با این آداپتور با این ولت و این آمپر شارژ بکنید. 5 ولت 1 آمپر. من اینو توی اینترنت کامل تحقیق کردم و از فروشنده هم سوال کردم که 5 ولت 1 آمپر 2 آمپر 3 آمپر که من جواب دادن فقط با آداپتور 5 ولت 1 آمپر این برند رو شما میتونید شارژ بکنید. اینو گفتم بهتون بگم که مد نظر داشته باشید. یک مشکل و معضلی که توی ساعت‌های چینی هستش، بقیه ساعت‌های چینی هیچ کدوماشون برندشون یک کامل مشخص نیست. مثلا به فرض HT3 یا HTCC عدد فارسی یا انگلیسی 30 اصلا برندش مشخص نیست. اینو چند تا برند میتونن بزنن، نه سال تولید مشخصه نه اسم برند مشخصه. توی کشور مالزی تنها جایی که ساعت هوشمند به قولی داره تولید میشه یا داره فروخته میشه و نمایندگی داره همین برند هستش، برند آلون هستش. خود برند مشخصه، سال تولید، سال ساختش مشخصه و اینفورمیشن یا همون اطلاعاتش، جعبش و مشخصاتش همه چیش معلوم و مشخصه. خب من این ساعت رو روشن میکنم. زبون انگلیسیشو انتخاب میکنم و اینجا باید برنامه ساعت رو نصب کنم.